سلام، اسم من احسانه و میخوام 5 تا از کاربردی‌ترین ترفندهای اکسل رو بهتون بگم. خیلی ساده‌ان ولی خب خیلی ازشون استفاده میکنم. اگه ویدیو رو دوست داشتین میتونین لایک کنین و اگه سوالی دارین تو کامنت ها بپرسین. خب بریم سراغ ترفند اول یعنی فریز پینز. زمانی که فایل ما بزرگه و میخوایم وقتی اسکرول میکنیم و میایم پایین، سطر اولمون به عنوان سرتیترمون همیشه حضور داشته باشه واسه ما، یا ستون اول ما همیشه باشه. فرضاً من وقتی میام پایین میذارم روی عدد، میخوام بدونم این عدد چیه. مثلا الان اینجا شماره نقشه است ولی من نمیتونم هر سری برگردم بالا این ببینم چی روشن شده و کدومه. میریم کافیه بیایم توی تب ویو و فریز فرینز رو اینجا انتخاب بکنیم. 3 تا گزینه جلوی ما داره. اولی هم سطر رو فریز میکنه هم ستون رو فریز میکنه. دومی فریز تاپ را، یعنی فقط واسه ما سطر اول رو فریز میکنه که اینجا چون سطر اول ما خالیه عملا به کارمون نمیاد. حالا نشون میدم. یا فرست کالم. فرست کالم هم همینجا. این کالم A ما باز خالیه. یعنی من اگر اینو بزنم میاد اون خالیه رو برای ما فریز میکنه، در صورتی که من نیاز دارم کافی دوباره بریم تو تب پین آن فریز کنیم. من نیاز دارم این برای من فریز بشه. کافیه اون جایی که میخوایم فریز بشه یک دونه پایین ترش رو بزنید. یعنی مثلا اگه قرار سطر 2 فریز بشه، سطر 3 رو شما سلکت میکنید و فریز میکنید. الان میبینید انجام شده. ولی مثلا اینه که من بیام چپ همینجوری ادامه بدم، بیام مثلا به سمت راست یا چپ، من اون ردیفمو دیگه ندارم. من میخوام بدونم این ردیف چنده اگر فایلم باز بزرگتر بود. پس شما میتونید برای اینکه ستون B و سطر 2 رو سلکت بکنید و فریز بکنید، میتونید از C3 استفاده بکنید. یعنی از سطر 2 یه دونه پایین‌تر، از ستون B یه دونه به سمت راست‌تر. یعنی من میام اینجا این رو انتخاب میکنم، اول آن فریز میکنم و بعد فریز میکنم. همونجوری که میبینید الان این واسه ما کامل فریز شده. سطر اول ما میایم به سمت جاهای دیگه، باز میبینیم اون ردیف ما باز واسمون فریز شده. میایم سراغ ترفند بعدی یعنی ترفند فریز. ما اگه بخوایم یه سری داده‌های مرتب رو کنار هم دیگه تو سلولا بذاریم، میتونیم از این ترفند استفاده کنیم. مثلا من اگه بخوام اینجا ردیف رو بزنم، من 250 تا ردیف دارم. نمیتونم دونه دونه بیام بزنم 1 2 3 4 همینجوری بیام پایین. خب میتونم از اتوفیل استفاده کنم. یعنی چی؟ شما کافیه که یک یا حتی 2 تا از داده ها رو سلکت کنین و این مربع بغل رو بگیرین. ببینید شکل موس عوض میشه وقتی میایین روش. وقتی اینو میزنین و میکشین پایین، اینو میاد تا ته خودش برای ما فیل میکنه. و چون ما اول بهش گفتیم 1 و 2، میاد خودش اینجوری به ترتیب واسه ما فریز میکنه. حالا من میخوام نام بهشون بدم. این فقط واسه اعداد نیست، ما میتونیم جای دیگه هم این استفاده کنیم. مثلا من میام میزنم A01. حتی وقتی که عدد خالی هم نباشه ما میتونیم این کار کنیم. گزینه بعدی حالا حالات دیگه است. من میخوام به همشون یه کد بدم، ولی فرضاً مثلا میخوام به اینجا تا اینجا بهشون کد بدم. درسته؟ الان همه رو واسه من زده 1 چون من فقط اولی رو گرفتم. میایم اینجا در پایین ترین حالتش یه دونه پنجره بازشو برای ما میاره که ما میتونیم انتخاب کنیم. میگه کپی کنیم. کپی یعنی دقیقاً همون رو واسه ما انجام بده. سری یعنی همه رو یه دونه بیشتر بکنه. فیل فورمتینگ اونلی یعنی فقط فرمتش رو برای ما بیاره، یا برعکس بدون فرمت بیاره برای ما. یعنی چی؟ یعنی من اینجا اگر این رو فرضاً بیام زرد بکنم، بولدش بکنم و یه دونه بیشترش بکنم، وقتی بکشه پایین تا اینجا بیاره همه رو واسه ما اینجوری میکنه. یعنی داره همزمان فرمتش هم میاره. حالا میگم نه اصلا عددش رو نمیخوام، فقط فرمتش رو میخوام. اینو بیاریم بزنیم روی فرمت چون قبلش 1 بود. اگر من اینو بزنم بیارم پایین و بزنم روی فرمت، اعداد رو پاک میکنه، فقط فرمت اون سلول رو برای ما میاره. یا نه، یا اگه من اینو بیارم پایین و فقط بگم نه همه رو فیل کن بدون فرمت، خب ببین بدون فرمت انجام میده، با همون فرمتی که قبلا اون سلول داشته انجام میده. پس این میشه حالات ما. حالت بعدی اینه که ما فقط قرار نیست عدد رو این کار بکنیم، هر چیز قابل سری شدنی میتونه انجام بده. یعنی من اینجا اگر بنویسم ساندی به عنوان روز اول هفته و این رو بکشم، همونجوری که میبینید میاد روزهای هفته رو برامون میاره. باز هم میتونیم هم کار کنیم، کپی کنه، یعنی همه رو ساندی بذاره، سری کنه با فرمت بی فرمت، روزهای هفته رو بیاره و حالا چیزهای مختلف. یا نه این واسه داده های حسابی کاملا، داده های هندسی نه، واسه داده های حسابی کاملا کار میکنه.
یعنی من اگر اینجا داده اولمو بذارم 3، اولین دادم 1 باشه، دومی 3 باشه، اینو بکشم، می‌بینید فقط دادهای فرد رو برامون میاره. یا اگر اولی رو بذارم 2، دومی رو بذارم 4 و بگم برای من سری کن، فقط دادهای زوج رو داره برای من میاره. میرم سراغ ترفند سوم، یعنی سورت کردن. من اینجا یه سری جدول دارم که تو این جدول نام دارم، قطعات اما وزن دارم. الان خب به ترتیب ردیف سورت شدم واسه من، این به ترتیب اومدم پایین. من میخوام بدونم تو این 50 تا قطعه به ترتیب وزن برای من سورت بشن. کافیه بریم اینجا ستون وزن رو انتخاب بکنیم، بریم تب دیتا و تو قسمت سورت از A به Z مثلا میاره از اسمالست، خودش نوشته از اسمالست تو لارجست، یا از حروف الفبا واسمون سورت میکنه، یا برعکس Z از لارجست میاد به اسمالست، یعنی از بزرگترین به کمترین یا از کوچکترین به بزرگترین. حالا من اینو میزنم از بزرگترین، خب واسه من یه گزینه میاره، دو تا گزینه، واسه من یه پنجره باز میکنه که دو تا گزینه داره. اولی میگه با همین، من فقط همین سلکشن، همین انتخاب رو براتون میام سورت کنم. دومی میگه نه اکسپندش کنم به جدولتون. من مثلا میزنم ببینیم، ما اگه فقط بگیم همین واسه ما سورت کن، این کار میکنه واسه ما، یعنی اسم های ما ثابته و وزن ها رو جابجا میکنه. اینجوری یعنی عملا به کار ما نمیاد، چون ما میخوام بدونیم کدوم قطعه وزن بیشتری داره. برای همین من کنترل زد میزنم، میایم اینجا میگیم از بزرگ، حالا اسپندش کن واسه ما به کل جدول. همونجوری که میبینید مثلا ردیف 13 ما وزنش بیشتر از همه بوده. این قطعه مثلا کلساینر 8 تن و 800 بوده. میایم اینجا این قطعه همینجوری به ترتیب قطعات واسه میاره تا به کم. یا برعکس میکنیم، مثلا من میخوام تب دیتا از کوچیک به بزرگ برای ما بیاره. باز همونجوری که میبینید میتونه کامل واسه ما انجامش بده. میریم سراغ ترفند بعدی، یعنی جمع گرفتن. شما ممکنه بخواید یه سری از این قطعات رو مثل همین جدول رو وزنشون واسه ما اندازه‌گیری بکنه. مثلا اگر الان کل این قطعات ما 138 تونه، 138 تن و 100 کیلوه، ما مثلا چیکار میتونیم بکنیم؟ میایم اینجا میزنیم مساویه، یکی از ابتدایی ترین فرمول نویسی از سام برای ما، میزنیم مساویه سام، دو کلیک میکنیم روی این، الان برای ما سلکت شده. وقتی ادامهش رو میاره برای ما که نامبر 1 نامبر 2، ما میتونیم اینجوری بذاریم نامبر 1 نامبر 2 همینجوری. اینجا میزنیم مثلا نامبر 1، کنترل رو میگیریم نامبر 2 همینجوری میتونیم بزنیم تا پایین و برای ما سام میگیره. ولی خب یه راه ساده تر هم داره، ما میزنیم همون سام رو، میتونیم اینا رو با هم دیگه سلکت بکنیم، یعنی نیاز نیست دونه دونه اونا رو بزنیم، باز همون 14 اون رو برامون میاره. یا میتونیم بزنیم باز دوباره مساوی سام، حالا میخوام داده های مختلف، مثلا یه دونه اینو میخوام برای من جمع کنه و این، یا میتونم با کنترل دونه دونه اینا رو سلکت بکنم، یعنی از این ور کنترل رو بگیرم بزنم، یا اینکه اینا رو پاک کنم و بعد از هر سلکشن هم یک بار دکمه کامای روی ویرگول روی کیبورد رو بزنم. یعنی من اینو میزنم یه ویرگول، همینجوری که میبینید میتونین ویرگولی که کنار نقطه است، ویرگول انگلیسی رو اونو بزنید و همینجوری داده ها رو برای ما جمع میکنه. حالا ما میتونیم به جای اینکه وقتی سام رو مینویسیم به جای اینکه روی اینها مثلا بیام روی سام پروداکت یا سام ایف اینا کلیک بکنیم، وقتی سام رو مینویسیم خودش رو اولی هست اتوماتیک، یا با فلش بالا واسه اینکه دیگه نریم سراغ موس، یا با فلش بالا پایین میکنیم و دکمه تب رو میزنیم، خودش دوباره سلکت میکنه. حالا من میام اینجا میگم تمام این داده ها رو برای من جمع بزن، همونجوری که میبینیم همه رو برای ما جمع میزنه. یه بوردر مثلا بهش میدیم، بولدش میکنیم، رنگش هم مثلا عوض میکنیم، این هم مینویسیم اینجا مثلا سام، درست شد. این مثلا میشه جمع کل قطعات ما پایین. میریم سراغ ترفند بعدی برای خروجی گرفتن از اکسل که ما میتونم قاعدتا باید پرینت انجام بدیم. اگر الان من بیام رو این صفحه و پرینت بکنم، همونجا که دارین میبینین ما یک سری از داده هامون رفته صفحه بعد، یه سریشون یعنی دو تا صفحه شدن عملا. از اون طرف صفحه وسط نیست، جدول ما یه طرف مارجینش بیشتر یه طرف مارجین کمتر داره. ما میتونیم اول از همه مشخص بکنیم که کجا رو میخوایم واسه ما پرینت بکنیم. من اگر اینجا الان مثلا یه دونه 2 بزنم،
اگر بیام توی صفحه پرینت می‌بینیم این دو رو هم پرینت کرده، اینجا واسه ما آورده، در صورتی که ما نیازش نداریم، فرضاً چک نویس ماست یا هر چیز دیگه کنار صفحه است. ما اول باید ببینیم کجا رو واسه ما پرینت کنیم. دایره رو اونجایی که نیاز داریم رو سلکت می‌کنیم که پرینت بشه، مثلا این تا آخر. میایم توی پیج لی‌آوت و پرینت اریا، ست تو پرینت اریا رو می‌زنیم. الان دیگه این دوه همونجوری که می‌بینید سلکت نشده. خود اینم رفته واسه ما 2 صفحه. حالا ما می‌خوایم بشه 1 صفحه. میایم اینجا توی کنترل پی پیج ستاپ رو می‌زنیم، میایم توی مارجین. اول از همه ما نیاز داریم تو مارجینمون رو کوچیک بکنیم. مثلا 7/10 فکر کنم اگر اشتباه نکنم اینچ از هر طرف صفحه خیلی زیاده. مثلا اینو می‌کنم 3/3. بغلا رو هم. خب ما الان تونستیم داده‌های بیشتری توی یک صفحه بذاریم، ولی باز یک صفحه نشد. الان شد 2 صفحه. و از طرفی بازم نیومده وسط. خب کافیه بریم توی پیج ستاپ، توی همون قسمت مارجین، دکمه اولی که اینجا هست به صورت افقی برای ما میندازه وسط. همونجوری که نگاه بکنیم من اینو بزنم، این جدولی که اینجا هست اون میاد وسط یا میره کنار. و اگر اینو بزنم به صورت عمودی برای ما میندازه وسط. و اگر جفتشون فعال باشه، هم عمودی هم افقی، جدول یا داده هایی که ما داریم میفته وسط صفحه. حالا من فقط میخوام افقی رو فعلا انتخاب کنم. الان اومد وسط. ما واسه اینکه داده رو بذاریم توی یک صفحه، اول از همه نیاز داریم که این کار رو انجام بدیم. میایم توی پیج ستاپ، توی همون قسمت اول پیج، اولی ادجاست به صورت دستی ما میتونیم انجام بدیم. الان روی 100%. من هر چی اینو کمتر بکنم، زوم ما روی زوم، یعنی اندازه داده ها واسه ما کوچیک‌تر میشه. مثلا من اینو بزنم 50، همه داده ها کوچیک میشن ولی میشه یک صفحه. از اون طرف همونجور که داریم میبینیم، خب ما هنوز جا داریم، میتونه داده‌مون بزرگتر باشه. میتونیم اینو هی دستی بزرگتر کنیم تا به عددی که دلمون بخواد برسه. مثلا من اینو دوباره یه دونه کمتر بکنم، الان مثلا واسه من انجام شد. تقریبا به صورت دستی میتونیم بگیم تونستیم انجامش بدیم. الان من با ادجاست مثلا 75% متوجه شدم که میتونم کل داده هامو توی یک صفحه جا بدم. میتونیم کار به صورت دستی انجام بدیم. یا از این قسمت پایین از فیت تو میتونیم به صورت افقی و عمودی داده ها رو واسهتون تنظیم کنیم. صفحه هم از اینجا میتونید انجام بدین که لندسکیپ باشه، یعنی افقی باشه، یا نه پورتریت یا عمودی باشه. این داده واسه که ما یه پرینت قشنگتر داشته باشیم میتونیم انجام بدیم. از اینجا میتونیم پی دی اف بکنیم یا بعد از اینکه این کارو کردیم سیو اس کنیم و اونجا پی دی افش بکنیم. حالا خیلی فرقی نداره. خب امیدوارم که ویدیو رو دوست داشتین. اگه ترفنده واسهتون کاربردی بود لایک بکنید. اگر سوالی داشتین برای من کامنت بکنید و اگه ویدیوهای بیشتری راجع به اکسل می‌خواید من قطعا توی پیجم میذارم و میتونید کانال منو سابسکرایب کنید.